فعل take به معنی گرفتنه، ولی میتونه معنی‌های دیگه‌ای هم داشته باشه، مثل غذای بیرون برگرفتن take away، یا پرواز کردن هواپیما take off، از زمین بلند شدنش، یا مثلا یادداشت کردن take down. این معنی‌های مختلف رو ما با phrasal verb ها ایجاد می‌کنیم. توی این ویدیو می‌خوایم 15 تا phrasal verb با فعل take یاد بگیریم. بریم اول یه پاراگراف با هم بخونیم. با من بخون. We were resting at our camp in the jungle when a loud roar made us freeze. A huge tiger appeared from the trees and looked ready to take over our camp. I was taken aback by its size and power. Luckily, our guide Leo stayed calm and led us to safety. I really took to him after that. Even though I was scared, I didn't take it out on my friends. معنیش هم اینجا نوشته، اگه خواستین چک کنین. ما اینجا با چند تا phrasal verbی که توی متن اومده بود کار داریم. اولیش take over، یعنی تصاحب کردن. میگه ببره looked ready to take over our camp. به نظر آماده میرسید که میخواد بیاد کمپ ما رو تصاحب کنه، همه چی مال خودش کنه. take over یعنی تصاحب کردن. بعدیش taken aback. I was taken aback by its size and power. من جا خورده بودم با دیدن اندازه اون ببر، زوری که داشت و اینا. phrasal verb بعدی I really took to him after that. take to someone یعنی اینکه با این نفر حال کنی. با اون راهنمامون حال کردم. I really took to him. خوشم اومد ازش. و phrasal verb بعدی take it out. I didn't take it out on my friends. میگه ترسیده بودم ولی اینو سر دوستام خالی نکردم. take out on someone یعنی خالی کردن سر یکی دیگه، عصبانی بری سر یکی دیگه خالی کنی. اینا 4 تا نمونه بود از phrasal verb هایی که ما میتونیم با فعل take بسازیم. خب phrasal verb کلاً چیه؟ ما توی فارسی شاید بهش بگیم افعال مرکب، افعال عبارتی. phrase یعنی عبارت. phrasal verb یه فعلی که شبیه به عبارت شده. 2 بخش داره. بخش اولش verb و بخش دومش particle، یعنی ترکیبی از یک فعل و یک جزء بعد از اون، که اون جزء حالا یا قید یا یه حرف اضافه است، حالات مختلف داره. مثلا take over که اینجا داشتیم، فعلمون میشه take و اون پارتیکلمون، اون جزءمون میشه over و این یه معنی جدید ایجاد میکنه، به معنی تصاحب کردن، دیگه به معنی گرفتن خالی نیست. یا take to، فعلمون take و پارتیکلمون to، این میشه حال کردن با این نفر، اصلا دیگه کلا معنیش عوض شد. بعدیش take out on، اینجا فعلمون take مجددا و 2 تا پارتیکل داریم out و on، میشه پارتیکل هامون، میشه سر یکی خالی کردن. خب پس فهمیدیم ساختارمون چه شکلیه. حالا بریم سراغ 15 تا phrasal verbی که قراره تو این ویدیو یاد بگیریم و تمرینشون کنیم. اوکی، اولیش take after، یعنی به کسی رفتن، شبیه کسی بودن. میگه بچه به باباش رفته، به داییش رفته، به مامانش رفته. اینو با take after میگیم. مثل این دختره با اون چال گونهش به مادرش رفته، میگیم که with those dimples. چال گونه، چال لب میشه dimple که some people think it's really cute. I don't know. پس میخوایم بگیم به مادرش رفته، میگیم she takes after her mother. takes after her mother. یه سینونیم براش داریم resemble، اینم یعنی شبیه کسی بودن. میتونستیم بگیم she resembles her mother with those dimples. ولی take after بیشتر اون مفهوم وراثتی بودن رو نشون میده. آقا این به مادرش رفته به دلیلی. بیشتر هم توی همین روابط بچه با پدر و مادرش استفاده میشه معمولا. شبیه بودن به هر کسی رو نمیگیم با take after. یا میتونستیم ساده تر بگیم she looks like her mother. ولی خب دیگه این ظرافت معنایی رو نداشت. پس take after رو یاد گرفتیم. بریم phrasal verb بعدی take off، یعنی در آوردن لباس و کفش و عینک و در آوردن. خلاصه قبل از اینکه بیای تو خونه کفشاتو در بیار. قبل اینکه بیای تو خونه before you enter the house میخوایم بگیم کفشاتو در بیار. ساده است. take off your shoes. متضادش چی میشه؟ میشه put on، یعنی اگه مثلا کفش باشه پات کن. put on your shoes، کفشاتو پات کن. put on your shirt، پیراهنتو تنت کن. take off your shirt، پیراهنتو در بیار. یه معنی دیگه داریم برای take off، یعنی از زمین بلند شدن هواپیما، که توی فارسی هم با همین اصطلاح معمولا میگیم take off کرد هواپیما. به خاطر طوفان هواپیما 1 ساعت دیرتر پرید. because of the storm خواهیم میگیم هواپیما 1 ساعت دیرتر take off کرد. the plane باید فرم گذشته شو به کار ببریم. درسته؟ راجع به گذشته است. فرم گذشته take میشه took. میگیم took off an hour late. متضادش چی میشه؟ با این معنی متضادش با قبلی فرق داره. میشه land، یعنی فرود اومدن. میخوایم بگیم مثلا به خاطر طوفان هواپیما 1 ساعت دیرتر فرود اومد. The plane landed
an hour late because of the storm. پس اینم 2 تا معنی برای take off. بریم فریزال ورب بعدی. take out یعنی کسی رو ببری بیرون، ببریش رستوران. بیام دنبالت مثلا بریم یه کافه ای. Let me take you out. امشب برای شام پارتنرم رو میبرم بیرون. برای شام for dinner tonight. Okay? پارتنرم رو میبرم بیرون. I'm taking out my partner for dinner tonight. اینجا دقت کنین هرچند صحبت راجع به آینده است، برای امشب میخوام ببرم بیرون، قراره ببرم، ولی ما از present continuous استفاده کردیم که یکی از کاربردهای present continuous همینه. صحبت راجع به arrangement برای future. توی ویدیو بعداً اینو حتما بررسی میکنیم. I'm taking out my partner for dinner tonight. یه معنی دیگه برای take out کشتن و از بین بردن. عجیبه ولی واقعا این معنی رو میشه از توش در آورد. تک تیرانداز با یک تیر هدف رو از بین برد. With a single shot هدف رو از بین برد. تک تیرانداز چی میشه؟ اگه گیمر باشی که قطعا بلدی. The sniper took out the target. اینجا هم باز فرم گذشته take رو بردیم. شد took out the target with a single shot. هدف رو با یه تک تیر از بین برد. حذفش کرد. Eliminated the target. اینجا 2 تا معنی برای take out گفتیم. اگه معنی دیگه‌ای برای take out سراغ دارین توی کامنت ها حتما بنویسین. بریم فریزال ورب بعدی. take out on. اینجا یه on بهش اضافه شده و کلاً معنی تغییر کرده، یعنی سر کسی خالی کردن. عصبانیم، ناراحتم، افسردم، استرس دارم، میرم سر یکی دیگه خالی میکنم. ببخشید که دیروز عصبانیتمو سر تو خالی کردم. I'm sorry I did something yesterday. عصبانیتمو سر تو خالی کردم. I took out my anger on you. anger میشه عصبانیت. آدم عصبانی رو میگیم angry. He is angry. ولی خود عصبانیت اسمش میشه anger. I'm sorry I took out my anger on you yesterday. The next phrasal verb is take to. یعنی اینکه با یه نفر حال کنی، خوش اومدن از کسی یا چیزی. مخصوصا اون اولی که میبینیش. میگه آقا تا طرفو دیدم باش حال کردم. بچه‌ها بلافاصله با پرستار جدیدشون اخت شدن، باش انس گرفتن، باش حال کردن. The children blank immediately. بلافاصله میشه immediately. میخوایم بگیم با پرستار جدیدشون حال کردن. Took to. اینجا phrasal verb همونو گفتیم. Took to their new babysitter. اینم از این. The next phrasal verb is take against. این متضاد قبلیه. Take to با این نفر حال میکنی. Take against بدت میاد ازش، حال نمیکنی باش، لج میافتی باش، کج میافتی باش. چپ افتادن با کسی یا چیزی. نمیدونم چرا معلم با هم چپ افتاده. I don't know why معلم با هم چپ افتاده. معمولا هم بی دلیله. آقا حال نمیکنم باهات به هر دلیلی. I don't know why the teacher has taken against me. اینجا present perfect استفاده کردیم و برای present perfect هم میدونی که باید فعل کمکی has یا have رو بذاریم و بعد فرم سوم فعلمون رو قرار بدیم. فرم سوم فعل take میشه taken. take. took. taken. The teacher has taken against me. با هم لج افتاده، کج افتاده، چپ افتاده. آره. The next phrasal verb is take apart. یعنی از هم باز کردن. دل و روده یه چیزی رو، یه وسیله رو بریزی بیرون. کامپیوترش رو باز کرد، دل و رودهش رو ریخت بیرون تا فنش رو تعمیر کنه. To fix the fan. اینجا هم دوباره past simple باید بگیم. فرم دوم take که میشه took. He took his computer apart to fix the fan. دقت کنید اینجا مفعول رو بین 2 بخش phrasal verb آوردیم. داریم take apart the computer که مفعولمون هست و آوردیم وسطش. He took his computer apart to fix the fan. این کاری که با اکثر phrasal verb ها میشه کرد، با بعضیش نمیشه. فرقی هم نداشت. میتونستیم بگیم he took apart the computer. معنیش همین بود. یه سینونیم براش داریم dismantle. اینم یعنی باز کردن، دل و روده یه چیزی رو بریزی بیرون. He dismantled his computer to fix the fan. 2 تا اپوزیت هم براش داریم put together and assemble. اینا یعنی سرهم کردن، سمبل کردن. شنیدین؟ یعنی سرهم بندی کردن. پس کارش که تموم شد he took out his computer to fix the fan and then when he was finished he put it together. He assembled it. سرهمش کرد. The next phrasal verb is take away. این یه کاربرد خاصی داره، یعنی جمع کردن و بردن. مثلا پیش خدمت توی رستوران میاد وسایل رو جمع می‌کنه میبریم، میگن take away. پیش خدمت در حالی که هنوز داشتیم غذا می‌خوردیم ظرفامون رو جمع کرد. ما داشتیم می‌خوردیم اومد جمع کرد رفت. And it has happened to me actually. Anyways, the waiter did something while we were still eating. Take away میشه took away our plates. The waiter took away our plates while we were still eating. یه معنی دیگه هم داریم با همین take away، یعنی غذای بیرون برگرفتن.
حالا اینجا phrasal verb بعضی وقتا به عنوان اسم یا صفت میاد take away که یه هایفن یه خط فاصله باید بینش قرار بدیم. اینجا ولی فعلمونه. خب بیا واسه شام امشب پیتزا بگیریم ببریم. For dinner tonight واسه شام امشب. این بگیریم ببریمو نمیخوایم با دو تا فعل بگیم، ما با همین فعل take away میخوایم معنی رو برسونیم. Let's take away pizza for dinner tonight. Let's take away pizza for dinner tonight. پیتزا بگیریم ببریم. take away خودش این معنی رو میرسونه. The opposite is eaten. یه جورایی البته اپوزیتش حساب میشه. مثلا میرین توی یک فست فودی و غذا سفارش میدین and then the shopkeeper asks you. اون ازتون میپرسه که do you want to take away or eat in؟ میخواین غذا رو ببرین یا همینجا بخورین؟ Eat in. Do you want to eat in؟ میخوای همینجا غذا تو بخوری؟ این هم از این. The next phrasal verb is take back. یعنی مرجوع کردن و پس دادن. یه چیز خریدی خوب نبوده، خواهی ببری پس بدی. این پیرهن رو میبرم پس میدم چون زیادی کوچیکه. Because it's too small. اینم present continuous بگیم. I'm taking this shirt back. اگه اینترنتی خرید کرده باشین مثلا و خودتون نمیبرین پس بدین، اینو میخواین بفرستین، یعنی مثلا اون پستچی بیاد اون محصول از شما تحویل بگیره ببره پس بده مرجوع کنه، اینو send back میتونیم بگیم. I'm sending this shirt back. معمولا اینترنتی اگه باشه خودتون نمیبرین پس بدین دیگه، میان ازتون میگیرن میبرن، اون میشه send. I'm sending this shirt back. یا بگین return. I'm returning this shirt. همین. این دیگه phrasal verb هم نیست ولی بد نیست بدونیم اینو. اوکی، یه معنی دیگه داریم برای take back، یعنی پس گرفتن حرفمو پس میگیرم. آقا ببخشید بهت گفتم خنگ، حرفمو پس میگیرم. I'm sorry I called you stupid. حرفمو پس میگیرم. I take it back. I take it back. عذر میخوام، حرفمو پس میگیرم. The next one is take aback. یه A اضافه شده. take aback یعنی متعجب کردن و غافلگیر کردن. اینو ولی معمولا به فرم پسیو استفاده میکنیم، فرم مجهول، اونجایی که میخوایم بگیم متعجب شدن، غافلگیر شدن، جا خوردن. فرم پسیو هم میشه be به اضافه فرم سوم فعل، پس میشه be taken aback. اون be هم متناسب با زمانی که جمله توش استفاده میشه صرف میشه am, is, are, was, were یا هر چیز دیگه. وقتی قیمت رو دیدم جا خوردم. چه زمانی استفاده کنیم؟ past simple. When I saw the price. وقتی که قیمت رو دیدم. پس فعل be هم متناسب با past simple باید بیاریم، بگیم یا was یا were. subject اون هم که منم I was taken aback when I saw the price. بازم تاکید میکنم این phrasal verb رو معمولا به همین صورت مجهول استفاده میکنن. نمیگم مثلا he took me aback، میگن I was taken aback by him. The next one is take aside. یعنی کنار کشیدن برای صحبت خصوصی. یه یارو منو کنار کشید که با هم دو کلمه خصوصی صحبت کنه. رئیس ما رو کنار کشید تا چند تا توصیه بهمون بکنه. To give us some advice. کلمه advice هم غیر قابل شمارشه، پس اس جمع بهش نمیدیم، نمیگیم advices، نمیتونیم این کارو بکنیم، باید بگیم some advice. رئیس ما رو کنار کشید. The boss took us aside. یه سینونیم براش داریم pull aside. The boss pulled us aside to give us some advice. The next one is take over. یعنی تصاحب کردن، در دست گرفتن کنترل چیزی. مثلا وقتی مدیر بره کی جاشو میگیره؟ کی کنترل کارو میگیره دست؟ فرمون میفته دست کی؟ When the manager leaves کی جاشو میگیره؟ Who will take over? Who will take over? مثلا دو نفری توی مسافرتین، توی جاده این، راننده خسته است، بهش پیشنهاد میده که آقا میخوای من جات بشینم؟ Do you want me to take over? میشه کنترل کارو دست گرفتن خلاصه. The next phrasal verb is take down. یعنی یادداشت کردن. موفق شدم شماره پلاکشو یادداشت کنم. I managed to. موفق شدم و با managed to میگیم، یا I was able to. با could نمیتونیم بگیم. اینم گوشه ذهنتون داشته باشین. شماره پلاکشو یادداشت کنم. I managed to take down the plate number or the license plate. شماره پلاک ماشین. یه phrasal verb دیگه براش داریم write down. خود write یعنی نوشتن کلن، ولی اگه میخواین تاکید کنین که یادداشت کردم میگه write down. I wrote it down. I managed to write down the plate number. The next one is take up. یعنی شروع کردن و یاد گرفتن این فعالیت جدید، معمولا به عنوان تفریح. شروع کردم برم شنا یاد بگیرم. شروع کردم به عنوان تفریح فلان ساز یاد بگیرم، موسیقی یاد بگیرم. اخیراً کوهنوردی رو به عنوان سرگرمی شروع کردم. I've recently، اینم present perfect، فرم سوم بیاریم. I've recently taken up hiking as a hobby. Taken up hiking یعنی شروع کردم به عنوان تفریح، کم کم برم یاد بگیرم، میخوره انجامش بدم و اینا. And the last one is take in. یعنی درک کردن و فهمیدن. قشنگ اجازه بدی مفهوم بره بشینه توی وجودت.
هضم بشه. چند لحظه زمان نیاز داشتم تا اون خبر بدو هضمش کنم، درکش کنم، بفهمم چی شد، بشینم باهاش کنار بیام. I needed a moment تا اون خبر بدو هضم کنم. To take in the sad news. اینم از آخریش. Alright, that's it for this video. We learned 15 phrasal verbs with the verb take. اگه phrasal verb دیگه ای غیر از این 15 تا بلدین، که میدونم بلدین قطعا چون خیلی با take میشه phrasal verb ساخت، یا اگه معنی دیگه ای با همین phrasal verb ها سراغ دارین، ممنون میشم که توی کامنت ها به اشتراک بذارین تا همه استفاده کنن. That's it. See you all in the next video. Until then, take care. Goodbye.